لعنت به کسی که تو رو به اینجا آورد شوکت. با امر خدا و سنت رسول گرامی قدرمان جوان حاضر در شاهدی این دو مسلمان تو بنت سلمت زهرای عزیز زیا ابن حسن را به شوهر قبول داری؟ بله قبول کردم. زیا ابن حسن تو جواب ده، زهرا را به همسری قبول کردی؟ بله. شما هم دیگر رو نمیگیرید؟ چی گپ خودش؟ چرا نمیگرفتم یزنه؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کالتاکیل است. چی؟ کالتاکیل است گفتید؟ نه زهرا، او میخواد ما را جدا کند، باور نکن. برار دورم سردارم استید، این دو جوان نو نکاح کردن، بگذار کارو باراشون حل کنند، بس هر میبره. ابله خاموش است، به این کار دخالت نکن. برار دورم مرا انتظار شد زهرا، میوایم، برگشته میوایم البته. استادم رو با کجا میبرید؟ دمت را گیر، او حتما میوید. مادر میگویند که زهرا با داملا زیا نیکای دینی کردند، نیکای رسمی نکردند، راست است؟ چی خیلی نیکا؟ توی آنها اینقدر وقتها ساخته بوده است. چی؟ زهرا تو با من چیکار کردی دخترم؟ بابا جان من از کجا میدونم که داملا زیا ملای ساخته است؟ ما را فریب کرد من بگناهم. من به حیثیت تو بازی نکردم زهرا، من تو رو دوست داشتم، من تو رو دوست داشتم. این دفعه خلاص نمیشوی کالتاکیل است. جایت پشت پنجره است. تو دامولای ساخته ای، همه چیزت ساخته است. ای نمیک از خدا بترس، بر دروغ تهمت کردن کسی گناهی عظیم است، بترس از خدا. این بس یک از بسیار دامولای تهمت گناهکار نکنید. است، 80 سال سودش کنه. ساخته کار شنون جزا میگیرد کی؟ پروا نکنید استاد، پیش خدا راست باشید شو. قرار از تو خلاص شدم. اکم یه گناه ندارد، اکرم بی گناه هست. خواهرم اکم را نبرید، او را گرفتن نمیتوانید. اکم این آدمان چرا شما را تهمت میکنند؟ آخر شما گناهکار نیستید کو؟ اکا امام هستید، اکا قهرمانم هستید، نمیتوانید؟ خواهرم این آدمان چرا به شما چنین گپها میگویند؟ خواهرم اکا چرا اینقدر زهو مرا تنها گذاشته رفتی؟ خواهرکم، من تو رو اصلا تنها نگذاشتم. دیگر مرا تنها نگذارید. تو را هیچگاه تنها نمیگذارم خواهرم. برادر؟ خواهرم خوب هستی؟ من تو را هرگز فراموش نکردم. تمام برادر، فراموش نکرده ای. شد تمام آرام شد.
چینگیز زاغی سیاهش کی است ها؟ با نبیره اکرم با زهرا چی علاقه داشته باشد ها؟ شاید اکرم برای دزدیدن رسم با زاغی سیاه پول داده باشد ها؟ رسم را از من دزدیده مرا فریب کردنی است. اکا این رسم کلینش بوده است. پس خاطرات اولیویش بوده است. اینم همین خیلی. از این پس رسم برایم وجود نداره چینگیز. من بعد همه کارم برای زاغی سیاه است. از خانه کنان رسم دزدیدن را با او نشان میدیم. همه اتون رفته زاغی سیاه را تمام اکا. تمام اکا می شود اکا. تو چی خیلی او را میابی ها؟ ها؟ گویا چی خیلی یافتنی او را میدانی ها؟ گو زهرا را تعقیب کنید. شاید آن دختر برای زاغی سیاه مهم است یا اینکه دوست داشته‌اش است. دختر را تعقیب کنید. اگر شاید زاغی سیاه را یا به چینگیز. مرا فهمیدی؟ فهمیدم اکا. رفته در سرش خلطه کشیده بیارید. اطاعت اکا. چیکار میکنید؟ با خدا من آنقدر امید هم ندارم که خواهرم با پلیس رفته درباره من و اویله هم از پلیس چیزی پرسیده باشه. سلام علیکم. یه برادر شاید تو رو نمیشناسد. از کجا میشناختن شوکت؟ من 20 سال شد که از آنجا گریختم. بله درست میگویی. تو شناسامت رو عوض کردنی بودی، تا حال عوض کردن نتوانستی؟ نه نتوانستم، لیکن امید دارم به نزدیکی میشود. نصیب باشد برادر. اینقدر آدمی بدبختی هستی برادر. جایی که حجت‌های خواهرت گذاشتگی بودند آنجا سوخته خاکستر شده است. این چی تقدیر است؟ چیکار کنم شوکت؟ اگر من بخت می‌داشتم همراه تو میگشتم. خواهرم در خواب مرا جیغ میزند شوکت. سالها شد که او را ندیدم، اما ناامید نشده باری هم از گفتگوی خواهرم دست نکشیدم. خیر میابی برادرم، انشاءالله خواهرت را میابی. انشاءالله شوکت. خیر تا دیدار. بله برادر، در امانی خدا. مادر جان خدایا دستتون درد رو نبیند. امشب آقای اکرم اکای اونال به دامولوزیو را دعوت کرده است. هم برگردانیدن رسم را جشن میگیرد و هم هر دو دامولد را به یکدیگر شناس میکند. مادر جان اگر مویهایم رو همین طور گذارم به من مزیبیده باشد یا اینکه نه؟ ای جانم این هم سوال شد خیلی که خواهی. یعنی اگر همین طور کنم بهتر میشده باشد؟ یاسومن تو برای کی خود را اینقدر زیبا میکنی؟ ای مادر جان این را بین، یا اینکه تو برای پسری خلیل خود را زیبا کرده ایستاده ای. ای مادر جان همین سخنهایتون رو یک طرف گذارید. راست میگویم، بله راست میگویم. من تو را برای یک عمر خدمتگار بودن نزاییدم. روز تو هم لباس عروسی میپوشی، روز میشود که ناله خوردنی نمیابی و یک بار در خنوکی دیررس بلرزی، آنگاه به قدر گفته های مادرت میرسی. اینقدر وایمه کردید مادر جان، موندم این گپایتون رو. یاسومن این چی است؟ هیچ چیز نیست مادر جان. بیده ببینم. برای زاد روزی دوگانم توفه گرفتم برای ریکور. خیر تو خواهری کی رو دزدیده ایستاده ای؟ اکا این کارو نکنید، نکشید عزیزی مرو. دمت رو گیر، تو گپ نزن. اکا ایست، دستت رو آلوده نکن. اگر او را پرونی من دیگر به هیچ کس خونه دار نمیشوم. دمت رو گیر گفتم. اکا ما خونه دار شدیم، نکاح دینی کردیم. چی؟ نکاح دینی کرده؟ بله اکا.
ما خونه‌دار شدیم. خواهرت زن حلالی من شد. من یگان گناه نکردم اکا. کی شما را نگاه دینی کرد؟ دوملو کرد اکا. کدام دوملو؟ تیز گوی تو هر دویتان را به اون دنیا روان نکنم. اکا ببین من گفتم که ما رو حاضر نکاح نکنید. اول ما رفتن نکاح رسمی کنیم، بعد پیش شما اومدن نکاح دینی کنیم. اما ما رو مجبوری نکاح کرد. من گناه ندارم اکا، اون ما رو مجبور نکاح. رمزی تو چی ها میگویی؟ مجبوری شما را نگاه کرد. او چه خیلی دوملو است؟ آن دوملو در کجا؟ زود گوی. چی گپ است؟ ایستا خواهرم را تو مجبوری نکاح کردی. یا خدای چی خیلی نکاح برادر، سلاحت را گیر. مرتضی ایستا شاید این دیگر دوملو باشه. یک بس کن، همین دوملو است. رمزی گفت که ما را مجبور نکاح کرد. ای رمزی، تا از اول با من معقول نشده پسر شیطان. ای برادر، از داملازیا از پشت آن رسم خیلی وقت شد که عذرخواهی نکردیم. چنگیز زودتر ماشین را ران. اکا تو گناه نداری. در اصل گناهگار دامولا است. با یاد تو زاغی به شرف را آورد. گناهگار دامولا است. همین خیلی نه اکا؟ ای نمیک سالها گذشت تو عقل یاد نگرفتی. برعکس عقل نبوده را گم کردی. این داملازیا نیست ها؟ چه کار میکنید؟ ها؟ چه کار میکنید؟ چه کار میکنی؟ شما چه خیل بسری دامالا سلاح میبردارید به ایمانهای احمق؟ این آدم خواهری مرا مجبورا نکاح کرده است. جوابش را میدهد. ای چنگیز، بسیار آخی پدر را دیده بودم، اما مثل اینش را که برای نکاح کردن آدم دیندار به سرش سلاح کشد یکم بار دیده ایستادم. والله گم شوید. مثل انسان نکاحی حلال کرده است. دم شوید. دامولا با دل نگیرید برای آن حادثه گذشته. مرا ببخشید که از شما عذرخواهی نکردم. با خدا هیچ گپ نداره جناب کان. آن حادثه رو من فراموش کردم. ببینید پرابلم بالای پرابلم است. خیر، بیاید شما رو برده رسانیم. با کجا می روید؟ تشکر. منم خیلی یک راه گشته آرام شوم گفتم. دامولا، اگر اینها باز آمده شما را تهدید کنند با من گویید و آنگاه دیگر مشکلی نمی شود. استغفرالله آقای کان، کم نباشید. تشکر. دستتان را ببوسم. استغفرالله. دامولا، خدا نگهبان. خدا نگهدار. اوه خدایا، کنعان دیوانه حق است. بعضا کمکش میرسد. اوه گلسون ایستا، خودت را نپردو. به خدا نیو خدا با پایان گپستویم. سم این کارا نکن. ایستا خواهر، این کارا نکن. خودت را نپردو. گلسون خواهرم ایستا، این کارا نکن. یا خدایا. ای خواهرک خوشرویم، تو در اونجا چیکار میکنی؟ من دیگر چاره ای ندارم آخی. دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ببین آرام باش، این کار را نکن. ایوه دوملو چیکار کنیم؟ با او چی شده باشد؟ او را به مردی نمیخواستگیش به شوهر دادم. همین خیل میگوید. استاد یگان کار کن که خودش را نفرتوید. ای تمام بس کنی. ببین آرام شو، این کار را نکن. فهمیدی؟ دیگر چاره ندارم دامولو. من خودم را میکشم. هیچ خیل گبزه نیست. ببین من با اکات صحبت میکنم. دامولو این بیفایده است. او هیچ چیز را نمیفهمد. ای خواهر، ایستا خودت را نکش که خودکشی حرام است. دوزخ میروی. ایستا گلسون نکش خودت را. ایستا، این کارا نکن. خواهرم ببین کاری خطا میکنی. با پایان فرا گناه نگیر. دیگر چاره ندارم دامولو. ببین ایستا، من به پیشت میوایم. تمام خودت را نپرتو. ایستا همونجا. گلسون نکن. ایستا، نکن این کار را. ایستا، خودت را نپردو. ایستا.
ایستو من با بالا میبرایم ایست. همه گروه ها با دقت باشید. در محله جیم تپه یک دختر خودکشی دارد. کسی که در نزدیکی آن محله است به آنجا روید. تمام. سردارم ما بسیار نزدیکیم، جواب دهم. میدونم به همه کار همراه نشو. فهمیده شد مرکز من کمیسر کرم اونال به جای حادثه روان هستیم. دولا شای با تو نشان میدیم. گلسون قربانت شوم با پایان فران. عذری دامولو دیگر چاره ندارم، برای من دعا کنید. نه این دختر خودش را میپرته. خدایا چرا من به نگاه آنها شاهد شدم؟ نمیدونم برای چی شدی عجبا. گلسوم ایستو عزیزم، خودت رو نپرتو، من به تو چی کار میکنم؟ دامولو التماس کن کار کنه. من چی کار کنم؟ چیزی که میتوانم کردم. گلسون آنجا ایست، من پیشت به بالا میبرایم. ایستو دخترم، خودت رو نپرتو. خودکشی گناه هست. ولی کن همه کسا خاموش پراکنده شد پلیس بیاید. لنده به خطری رو کشه، مردم رو دور کنه. زود باشد، زود یک طرف ایسته. خدایا این دختر رو نجات ده. چی کنم؟ پراکنده شوید. ای پس لنده بزخی چه خلو نمی چایره چی تو؟ کمیسر تنجی است؟ خوب هستی؟ سلامتی خوب است؟ خوبم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ای خدایا این قدر آدم جمع شده است هیچ گپ نه و من اومدم گپ میزنی. ادو شو او را گرفته بر از اینجا و پس لنده بر. ای دختر خودت رو به دست گیر. چشمه به اونجا برآمده میتوانی؟ سردارم برآمدن ده میبرم اما از آنجا مرا کی میفرارد؟ اما اونجا ایستوی نفرار. بیا پریکول مک سردارم. یه دختر ایست خطا نپرتو که پر خدا حیف میشه. ایست گروه یار رسان نرسید. مرد باشی خطا پرتو؟ نه پرتو این روش سیاه میکنم. نکن آخیر. ایستا دخترم خودت رو نپرتو. ایستا میگویم ایستا. سردارم با خدا خچه بپرتویا. یک کم نزن خاموشیست. کمیسر یک طرف ویسکی در بلود نغلطه. دمت رو گیر. ایلنتا این طرف تو حق نداری خچه من خیلی گپ زنی. خاموش دم تا بگی. ای بیا سر ویرو نکنی. ایستا دخترم گلسون. ایستا نپرتو این کار رو ایستا ای دختر نپرتو خودت رو نپرتو. خدایا مرا ببخش. دخترم چرا بیهوش شدی؟ اکنون من با تو چیکار میکرده باشم؟ خدا را شکر که من دخترم با وسیطه این نفر نشد. شکری خدا که نغلطیده. کی بود؟ سردارم برگوش خدا این طرف نیارد. آفرین برادر آفرین. احسن با خدا یردم کنی شنگ یردم کنی من ای.
جانم کجا گم شد؟ الو دختر در پس بینا بهوش خوابیده است. الو تو کسی برادر؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه؟ زاغ سیاهش کی است؟ کی باشد؟ همخی فرومد به شرز در روی زمین همخی تیت پیچید روده همخی دود چنگ شد. اگر همون دختر میغلطید این همه خیلی میشد. شوق‌آور. شوق‌آور؟ همه خدرک؟ آخر چیزی رو که با چشمانم ندیده باشم چگونه باید باور کنم؟ من فکر کردم تو حالی مرا بوسه. برادر تو عالم عجایبو تا ندیدیده؟ دیدم شوکت دیدم. دیدی؟ پس چرا من تو رو در اونجا ندیدم؟ من اینقدر خورد شدم همه محله گپی تو رو میگوید. گفته های محله رو برادر یک طرف گذار مرا گوش کن. من به دو چشمم حادثه رو هم از برش هم از پایان هم از پرش دیدم. بس شین دامولا چای بیارم؟ والله که خوب میشود. در چشمکات مرمده ملاشنی کافی بیار. حاضر. بسیار جای خوبی افته. هیچگاه از اینجا نرو. دهانت را پوش. به خدا میرم میبینیم دهانم باز میشه و چیکار کنم؟ تو بودی ها؟ تو بودی ها؟ همه چیز رو تو در حال میفهمی. البته که میفهمم. چه خیلی فهمیدی؟ از نقاب رویت هنگامی پیش پیتک رفتنم آن نقاب رو پوشیده بودی که البته میشناسم. زاغ سیاه دمت رو گیر دیوانه. حاضر همه میشنود. استاد؟ یا خدایا توبه هجری از پسم آیسته آمده. استاد گفته کدام روز مرا تلخ کف میکنی. استاد نقاب کشیدن جایزه است. انا بر تو. بسیار سوالی خوب. من هم انتظارم. در محله هم همین گپ است. هجری ببین پسرم، اگر برای یک کاری خیر باشد خوب است، اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایز بودنش جای ندارد. ببین میگویند که دشمن دانا به از دوست نادان راست است. به خدا نگهدار. نقاب را برای نیکی کردن پوشیدن جایز است. استاد خدا از شما راضی باشد. شب خوش به شما هم. من باش که خیر. از تو هم هجری خدا راضی باشد. تسبیح 150 دونگه ندارید؟ نفهمیدم. چی جای نفهمی دارد؟ 150 دونگیش باشد لیکن دونه هایش خورد باشد. همه خیلش میگویند که دارید؟ یگان تسبیح زیبایی که دونه هایش 150 تا باشد. گوش کن. تسبیح فقط دو نمود میشود. یا 33 دونه یا اینکه 99 دونه. همین زیبا است. بله زیباست. این خیلی بینی زیباست. ولی من دونه هایش رو بسیارتر میخوام. نمیشود. در دست آدم نمیزیبد. ما برای دامولای مسجد خریدنیم تا که در دستش زیبا تا بر. برای دامولای مسجد همین تسبیح موافق است. 150 یا 200 دونگه باشد. نرخش مهم نیست. سر ویران نکن. چونین تسبیح نیست. ای تمام فهمیدم. چرا دود میزنید؟ تسبیح فروشی گنده بوده است. زورا جان میگویند که تسبیح گردانی آدم رو آرام میکند. تسبیح گردان نیست جانم. او تسبیح فروش است. سلین خیلی خیلی باشد 99 دانگه را دهید می شود. اما در هر یک دانه تسبیح زیاد نویسید می شود. نمی شود؟ پس این طور باشه شما ننویسید. در یک پاکت مثل توفه بگیرید بسنده است. تمام. مالش شد. موی سفید خیره بود از خیره. توبه بسیار قهرش کرد سلین. وای داد گردن بندم نیست. همه جو رو کفتم نیفتم. چی داد زده ایستادی؟ گم شد. به ما چی؟ کفته یاب ما محافظ توییم. شهناز در وقتی تازه کردن یگون گردن بند نیفتی؟ نه خانم تولین اگر خواهید در حال کفت و کوب کرده میابم میلش. حتما اون گردن بند با من بسیار ارزش داره. تماما غم نخورید. اون رو حتما پیدا میکنم. انشالله میابید. اگر نیابید دیوانه میشم. بسیار گردن بندی قیمت بها بود. قیمت بها بود است. یوسمان
این رو از کجا یافتی؟ خانم تولین تحفه کرد. یاسمان این بسیار قیمت بها است. چرا تحفه کرد؟ خانم تولین از اینها بسیار دارد. اینش راست تحت دل به من تحفه کرد. از او میپرسیدم که چرا تحفه میکنید؟ من شبهه دارم و اونقدر زنی خوب نیست کو. این گپ ها را یک طرف گذار. میخواهم که تو این گردنبند رو به گردنم آویزی، یعنی گویا تو به من خریده ای. یاسمان من این خیلی چیز رو گرفته نمیتوانم. ای آغوز رد نکن، چند بار دیگر تو را زاره کنم. گویا تو به من تحفه کرده ای. زود باش، لطفا بسیار شوخو نمیشود. مایلش زودتر. مایلش میبندم. مویهایت رو جمع کن. چه خیلی زیبی. بسیار زیبی. بسیار زیبا شدی. یعنی تو رسم را ندوزیده ای؟ نه کمیسر من ندوزیدم. پس رسم را کی دوزیده است؟ وای زاغ سیاه. زاغ سیاهش کی است؟ نمیدونم مامان گفت که من سیاه هستم. زاغ سیاه گفت. چی خیلی بود از زاغ سیاه؟ بله همین طوری که گفتم. قدش مثل خانه 2 متر بود و در رویش نقاب کشیده بود. همین خیل بود یعنی. بعد ناگهان گم شد. این پسر گروه از سر دارم. این دیوانه بوده است. نمیدونم عجینه رو دیده است. باید تو دعا خونی. دعا خوندم. یگان دوزی شناس 2 متر قد دارد؟ نه از همه آنها دیده قد من بلند است. اینها چه خیلی دوزن؟ سردارم میگویم که نگویم لیکن میگویم در سر من فقط یک کس تاب میخورد. اون هم کلته کلاس. خوبش نمیگوتی چارششمه. نگو. در اصل مردنش هم گفتنی بودم به خدا. مرد رحمتی ماشاءالله بسیار آدمی بزرگ بود. رحمتش کن. شعری نر بود. خاموش دمت را گیر. من نه او را فراموش میکنم تو باز به یادم میاری. او مرده رفت لیکن دلم میگوید که او حالا زنده است. اما بسیار بیزی بود سردارم. جنازه‌اش رفتم با او دیدن نمیشد. علمم کرد. بسیار اشک ریزاند. در جنازه‌اش من هم بودم. یه بچه‌مو گورکان خودت نبودی؟ در اون طرفی تابوت نبودی؟ بس کنید. آن آدم باز چی گفت؟ وای زهرا گفت. زهرا گفت؟ بله. زهرا گفت. به خدا زهرا گفت. الو زهرا جانم، تو زاغ سیاه گفتنی آدم را میشناسی؟ زاغ سیاه؟ نه یکم بار میشنوم یزنه. نمیشناسی یعنی؟ نه یزنه چرا پرسیده ایستادید یا که برسم یکو علاقه داره؟ نه جانم هیچ چیز نیست. همین خیلی یک پرسیدم. تمام جانم. چی بگوید؟ با تو چی؟ او را گرفته برید. روید هر دوتون روید. شما را نبینم من رو تنها بذارید. زاغ سیاه کی باشد؟ تو کی هستی؟ خدایا توبه. مادامی که ما زاغ سیاه رو نمیابیم پس خدا شاید چینگیز میدانی که انتظاری را دوست نمیدارم. زهرا گفتنی دختر را یافته نزد من بیارید. مادامی زاغی سیاه زهرا گفته است چقدر این زهرا با او عزیز است خواهیم فهمید. چی ایستاده؟ زود برو. با چشم سردار. رفتیم بچه ها. یاسومان حالا ایستا با تو نشان میدهم. بچه ها خوب هسته؟ رحمت پدر ما خوبه. چه خیلی از شما اما که خیلی خوب هستید. خوبم یاسومان دخترم. در سایت چی خیل؟ خوب تشکری زیاد. یاسومان رفتیم دخترم رفتیم. مادر چیکار میکنید؟ یاسومان گفتم
چی شد خانم نشیده؟ بچه ها اینجا صحبت داشتن؟ آقای خلیل با فکرم با فرزندتان صحبت میکردید بسیار خوب میشد. از دخترم دورتر رسد. مادر راه گرد میرویم یاسمن. تنجه آقود؟ نفهمیدم. ака тамом гиред ин гулро доред. иддаф шавӣ боз одамои маҳалламон набинад оборӯямон резад. ин чӣ хел мешавад ака? ин гулҳоро бояд шумо ба дастатон гиред. бубин писарам, дили янгаи севаладро меёбам. ин ягона роҳ аст. ҳоле мебинӣ ки янгаи севалад девонаи ман мешавад. албатта ака. ин домлои сохтакор боз дар ҳамонҷо ҳастанд. сарде боз қаҳр янгаро меорӣ. ошиқона рафтор кун. рафтем ака, оқибаташ ба хайр бошад. гир дастагулро. ҳеҷ кас маро надид? не ака, кӣ мебинад? ин фурсати шумо аст. дастагу чӣ хел? зебо ака, бисёр зебо. маъқулаш мешавад? бале. намик ту инҷо чӣ мекобӣ? дилу ҷонам ту ҳастӣ. ҳамиҷа шанидем зур гуфтӣ ака. ташаккур бародар, раҳмат. додувойро сарда карда аз инҷо равӣ хуб мешавад. бароят гули қимат гирифтам. ман аз ту гул намехоҳам намик. кӣ медонад ки боз аз куҷо ин гулро дузида овардаӣ ба ман? дар ҳақиқат инро харидам. намик, агар хушбахтӣ маро хоҳӣ, минбаъд поядро ба инҷо нагузор. лутфан инро ба хотират гир, майлаш. ҳа? э қади пастат дамурам гир бӯй каш. севал охир аз гулҳо аллергия дорад. ман инро намедонистам. албатта намедонӣ. аз рӯзи тӯятон боре ба ӯ гул нагирифт. биё сара гарак накун. об биёр зудтар об биёр. чӣ шуд бародар? аз гул аллергия доштааст. ҳозир пок мекунам. бародар, ӯро бардоштак буҷунбонон ба худ мебиҳем. сафсатаро бас кун шавкат, бардошта ҷунбонданаш боз чи аст? як ба беморхона бурда нишон диҳем. чӣ хел беморхона? ту худат ба беморхона ниёз дорӣ. ба сӯи ӯ накун, аллергия дорад. магар аминро намефаҳмӣ? ту маро аз занам ҷудо карданӣ? намик чия? ё худоя. намик, аз инҷо гум шав. лаба чингиз. майлаш ҳозир меоям. кошки он зоғи сиёҳ омада намикро аз инҷо дур кунад. майлаш севалҷон, худатро эҳтиёт кун, ман меоям ҳозир. касе ки шуморо наҷот дод ӯро дидед? не комиссар, ман беҳуш будам. аммо вақте маро ба замин гузошт, як чизро дидам. дар китфаш як расме буд. расми чӣ буд? хомӯш. расми кашидагӣ буд. дар китфаш расми калтакеласро дидам. калтакелас мегӯӣ? ин духтар ҳамин хел сода метобаву лекин бисёр шӯрай. домуло, аз шумо узри зиёд мехоҳам. ҳар вақте ки намик ба инҷо ояд ягон бало рух ба медиҳад. худо барои ман ягон мушкиле надорад хонам севал. ба шумо чизе нашавад гуфта метарсам. домуло, як чой биёрам? агар заҳмат нашавад. намешавад. як лаҳза бародар, ман бинам дар чоямо бу заҳр наандозам. биши ҷигар. эй зуҳро, аз он пухту пас ба домуло нагирифтем. медонӣ чӣ хел бомазза тайёр мекунанд онҳоро? бисёр болазад мепазаду, лекин агар одат кунӣ, дигар худатро дошта наметавонӣ. домулозиёро бо севал бубин. севалаш кист? он рӯз ба ту гуфта будам ку ба домулозиё як духтар ошиқ шудааст. ба ёдам омад. худашро ширин карда истодааст. ҳеҷ шарм намекунад ки домуло одами дар никоҳ будааст. ҳозир ман ба ин духтар нишон медиҳам. ба ӯ имконият намедиҳам. ӯро бубин чӣ қадар хушбахт менамояд. зуд бирав. хонум севал, ин гулҳо дар ин ҷо монданд. онҳоро партоям? диҳои домуло, ман мепартоям. чӣ хел такроран аллергия нашавад? бо ино кашида мепартоям домуло. ба
او باز دست گل میدهد. وای وای وای، دامولا زیاروبین به چی کارها مشغول بوده است؟ رفتیم سیلین. من این رو رفته پرتایم دامولا. زهرا صحبت عاشقانه تان را ویران کردن نمیخواهم، اما برایتان یک تحفه گرفتم، آن را دادن میخواهم. گیر جانم. یا خدای، این برایم یک سورپریزی کلان شما شد. هم برای ما سورپریزی کلان کردید. من این سورپریز رو کشایم. شما شینه چرا ایستاده اید؟ نمیشینم. باز شما را ناراحت نکنم. روز بخیر. ایستو، شیرینی خواستم اون رو میخریم. شیرینیشان از خودشان سیلین. رفتیم. خانم زورا قرد داشت دامولا؟ با فکرم توفه رو کمی با غضب به تو هدیه کرد برادر. همه خیلی نه؟ عجب تحفه تسبیح. با اجازت شما خانم سیوال، روزهای خوب. خیر شوکت، تا بازدید. روز بخیر. ما همراه سیوال جان چوید رو می نوشیم. بشی اصلا بچه ها، اکای کنون اون رسم رو فراموش کرد. میدونم. اگر این کار رو حل نکنیم حیاتمون برباد می رود. خواتیر نباش، اون نقشه را کشیده. آن دروازه هست کو در 45 ثانیه کشاده می شود. تا آن وقت دختر را دستگیر می کنیم. آکا بین زهرو می اوید، لیکن همراهش کسی است. کسی باشد تو زهرا را نگیریم از اینجا نمی رویم. این طور باشد زود رو دستگیر بکنیم. یک دقیقه. وای دامولا زیون نیست؟ اینجا چی کار داشته باشد؟ ای لعنتی، در همه جا از پیشم میبرایی. خودتون رو با دست گیرید آکا. ای بیا، این کسافت را پرانده دختر را گرفته میرویم. چیش داده؟ دامولا زیا آدمی محترم است. محترم؟ آدمی محترم. اکای کنون با او بسیار احترام دارد. بعد آرام شو. تو خودت نگفتم دیگه زورو رو دستگیر نکنیم، حالمون بد میشود ها؟ تا دامولا زیا نرود به زهرا دست نمیرسانیم. اگر از این کار کنون با خبر شود ما را زنده نمیماند. ای بیا مونه ببین، بختا. کنون دامولا زیا را بسیار حرمت میکند. بعد اینجا میشینیم، زهرا را بعد دستگیر میکنیم. خیر. آن سیول دامولا زیا رو از تو میگیرد. حالا میبینی. این طور باشه توی ساخته رو به انجام میرسونم. اوف، لیکن با بابایم چی میگویم سیلین ها؟ این دختر از کجا پیدا شد؟ کاش که خوش رو باشد. رشک میکنی؟ چی خیلی رشک سیلین سفسطه نگوی این چی علاقه دارد؟ یا خدایا، درد من تنها طول دادن این توی ساخته است. به یاد داری؟ هفته گذشته رو بابایم جدا شدن ما را دیده چی خیلی غمگین شده بود. خیر دیدی کو؟ چی خیلی به او گول میدور؟ بله. همه میدوند که شما با دامولا فوتیه کرده اید. بدزاد. این به دامولا نمیزیبد. چی تو برای مسخره هستی؟ همین را گوی. احمق. زهرا یا خدایا نمیشنود یا اینکه شنید و جواب دادن نمیخواهد. دختر رو از
مردمان تو نجات دادی. رسم رو هم از کنعان دیوانه تو دزدیده و به خانه آقای اکرم از نام من فرستاده. چرا؟ زاغ سیاه تو کی هستی آدم؟ سردارم به فکرم معلوم است. چی معلوم است؟ کی بودن زاغ سیاه؟ کی بوده است؟ کلتکل است. ادو شب مرد وای مرد. سردارم بیان توی داده دختر رو فکر کنید. گفت که در کتفش رسمی کلتکلاس کشیدگی بود. باید دارید جسدی افته ما رو رویش را شناخته نمیشون. چقدری که شما رو زارا کردم که تست دینکا گذارانیم شما گوش نکردیم. تمام برایم. آفرین چارچشمه مثل موش گربه رو قپیدی چارچشمه. با من آفرین گفته سردارم؟ من موش قپیدم؟ بله تو را گفتم. زاغ سیاه کلتکیلس است. زنده است وای. آفرین با من سردارم. مرا آغوش نکن. در حال از خود نرفت چارچشمه. سردارم از دستم خلاص نمیابی. این دفعه به آسانه رها نمیابی کلتکیلس. زاغ سیاه. آفرین. آقای اکرم خوب هستید؟ تشکر، خوش آمدید. وقتی که شما را میبینم خودم را خوشبختیس میکنم. در رویتان یک نوری است. چه خیلی که نباشید انسانی مبارک هستید. از رویتان نور میبارد دام الله. بسیار تعریفم کرده جناب اکرم. من یک زهره رو دیدم و روی تحفه به او تشکر گفتن میخواستم. بخیر است؟ او با من بسیار یک تحفه زیبا کرد. بینید مرا در حیرت گذاشت. نبیره من چقدر خوب فکر کرده است. آفرین به او. امروی سلیم به بالا برآمد. اگر خواهید به پیشش برایید. مرحمت. تشکر جناب. روزتون بخیر. مرحمت. آدمی خوب هر وقت در همه جا معلوم است، چون که از روی مبارکش نور میریزد. نور. کی است؟ منم زیا. چرا آمده باشد؟ من نمیدونم. جدا شدن ما رو میگفته باشد. عجبا. نه، عذرخواهی آمده است. هوشیار شو، زور خودت رو سست نگیر. درآیید. سلام. سلام خانم زهرا. وای من برای تشکر گفتن آمدم. یعنی تحفه کرده تو بسیار زیبا بود. بشوخی نصیبتان کنه دامولا. اکنون تو رو بسیارتر یاد میکنم. ببخشید یکان نافهمی است. یعنی در مغازه شیرینی ها بسیار خشمگین بودید؟ نه خشمگین نبودم. خطا فهمیدید. شاید خیالاتت به دیگر کس بود و این خیلی گمان کردید. دیگر کس گفتید؟ با محبت نگاه میکردید. چشمتون رو از آن دختر نمیکندید. ببخشید کی رو در نظر دارید؟ سیوال رو. خانم سیوال؟ ببینید دامولازیو، شاید شما هم دیگر رو دوست میدارید، اما همه میدونند که شما با من فاتحه کرده شده اید. با این کارتا شما هم مرا و هم دیگران را شرمنده میکنید. میفهمید چی کار میکنید؟ یک دقیقه چه خیلی دست داری؟ کدام خیال چی ها گفته ایستاده؟ من نمیفهمم. عشق بین شما و خانم سیوال رو میگوییم. معلوم است که شما یک دیگر رو دوست میدارید. من و خانم سیوال یک دیگر رو دوست میداریم؟ این خطا است. دامولازیو شما این خیل نکنید لطفاً. به من دروغ نگویید. ما دیدیم که شما به دختر چه خیل گل دادید. ببینید خانم زهرا، آن گل ها رو من نگرفتم. آن دسته گل رو در اینجا شوهرش نمیک پرتافته بود. باز برای شما شده شوهرش برآمده است. به خدا که من قایل. چقدر موضوع رو طول داده. ببینید خانم سیوال اگر مرا حرمت کند هم تنها از آدمگریم و در محله دامولا بودنم حرمت نکند. بین ما چیزی دیگر نیست. چی گفتنید خانم زهرا؟
من حقیقت رو با شما گفتم، چرا این طور با من نگاه میکنید؟ یک دقیقه زورو جان، یک دقیقه. من میفهمونم چون که ما زنها یک دیگر رو بسیار خوب میفهمیم و به دلمون باور داریم آن دختر به شما عاشق شده است. عاشق؟ خدا توبه. چقدر زنها ساده هم برادر ها؟ با خدا که راست. چشکبوتک مرا به تو عاشق برآوردن گوی؟ هیچ نپرس، خوبش فکر کن که چیکار کنه. ببین برادر، فکرهای پنهانی هم را به تو میگویم. زهرا تو رو رشک میکند، همین خیلی نه؟ من تو یک چیز میگویم شوکت، من هم این فکر رو داشتم، گمان میکنم زهرا مرا رشک کرد. یا اینکه نه. چرا رشک میبرده است؟ رشک بوده است؟ همین خیلی؟ باز دامولوز یا فکر نکند که تو رشک میکنی. سفسته نگو سلین. در حقیقت ما بسیار بد واهمه کردیم. او رو زیاد پرسیدیم. برادر، اگر زن اینقدر داد و وای کند خوب نیست. ای پسر، چه خیلی داد و وای. قریب که مرا زنده به زنده آتش میزد، یعنی مثل دیوانه ها از چشمانش آتش میبرمد. قسم بخور. به نام الله. پس حالمون خیلی بد است برادر. زهرا به تو عاشق شده است. عاشق میگویی؟ نخو. نه البته دوملوزیو این طور فکر نمی کند. سفسته گفتی. به خدا همین طور است. اول توفه، بعد ناز کردن. نفهمیدم. درست. نباید او بیهوده امیدوار شود. بیا من بیهوده من رو با امید نکن شوکت. هیچ خیلی بیهوده؟ با چشمانم دیدم که دختر قریب از رشک کفیده مرد. در حقیقت هم خیلی است نه؟ یعنی زهرا با من، اما ببین در حقیقت باور داری؟ این کار ناممکن است سلین. دوملوزیو و من. نه این طور شدنش رو فکر نمی کنم و باز او میدوند که این خیر شدنش ممکن نیست. میدوند؟ نمیدوند. میدوند. نمیدوند. نمیدوند. میدوند. باید داند. اکا همه چیز را فهمیدیم. چی بوده است؟ رسم را به اکا اکرم دامادش برده است. دامادش؟ بله اکا، دامادش. دامادش کی بوده است؟ بسیار در حیرت میمانید. کمیسر اونال. چی؟ کمیسر اونال داماد آقای اکرم بوده است؟ بله اکا. در این خبر رو از کجا فهمیدید؟ نمی که ما هست کو؟ خیر. در مغازه شیرینی ها این را شنیده است. زاغی سیاه گفته رسم را با اکرم اونال برده است. ببین این کاری کمیسر را ها؟ شما مرا بازی چه خیال کردید؟ انتقامم را شمایان میگیرم تا بگاه انتظار شوید. معلوم که از همه قیمتترین آدم برایت زهرا بوده است آقای اکرم. که ببینیم نبیره قیمت بهایت را دامادت برگرداندن میتواند. میبینیم همه این کارها را برای تو را یافتن میکنم زاغی سیاه. کی بودند را به نزدیکی میفهمیم زاغی سیاه. چنگیز لبایکا مرا گوش کن. گوش کن. این دفعه بهانه نمیخواهم. دیوانه میشوم به خدا. زهرا گفتنی دختر را یافته به نزد من بیاره. روید. رفتیم.
حالا میبینی آقای اکرم، میبینیم دامادت این دفعه چی کار میکند. بابا جان من میبرویم. بخیر است؟ با کجا داریم به وقتی؟ بابا جان هوا سرد است. داملازیا اینقدر راه و پیاده نآید گفته فکر کردم که او رو از مسجد با ماشین بیارم. تو رو انتظار است؟ نه سورپریز میکنم. او را چه خیلی افته میدونی؟ با تلفنش زنگ میزدی؟ در اینترنت وقتی نماز خفتن را دیدم تا تمام شدنش در آنجا میشوم. خوب نبیرایی خوردکه که من همه چیز را فکر کرده است. بله دیر نکنی دخترم. تمام. اینترنت همه را ویران کرده. یاسومان این گردن بندی مادرم رو تو از کجا یافتی؟ خانم تولین به من هدیه کرد. ها؟ نه هرگز باور نمیکنم. مادرم یگان چیزش رو حتی به من نمیداد. راستش رو میگویم باور نکنید از خودش پرسید. میپرسیم رفتیم همراه هم یک جای میپرسیم. زهرا